سلام به همه دوستای عزیزم، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از چنل خودتون، چنل نیماتو. امیدوارم دوستان سال 1404 رو عالی شروع کرده باشید. امیدوارم تا انتهاش پر از اتفاقای خوب و عالی و خفن در کنار عزیزانتون واسهتون باشه. و دوستان به نظر من 1404 با اینکه خیلی وقت نیست که شروع شده، استارت خوبی حداقل واسه سریالای ژانر کمدی بوده. این ور که واسه خودمون پایتخت 7 رو داریم اشغال میکنیم، از اون ورم تو سریال خارجی زبان یک سریال خیلی خفن شروع به کار کرده که با خودم گفتم بد نیست بهتون معرفیش بکنم، خلاصه داستانش رو بهتون بگم، بازیگرا و اینا رو بهتون بگم و یه کوچولو هم واسهتون تحلیل و بررسی بکنم که اگه دوست داشتین بشین تماشاش بکنین. و اون سریال اسمش هست دی استودیو. خب دوستان، الان که عکس دی استودیو رو آوردم رو صفحه، من نمیدونم که اون فردی که اونجا بود رو شناختید یا نه. ایشون ست روگن هستن که اونایی که فیلم و سریال کمدی باز قهار باشن و خیلی عاشق سبک کمدی باشن، حس میکنم دیگه ست روگن رو باید بشناسن. اگرم به اسم نشناسن، اسم میکنم دیگه چند باری تو فیلم‌های مختلف ایشون رو دیدن. یکی از دلایلی که چند روز پیش که خبر انتشار این سریال اومد و تیزرش رو دیدم خیلی واسهش مشتاق بودم این بود که نقش اصلیش رو ست روگن داره. خب اونایی که فیلمش رو دیدن میدونن که کمدین بدی نیست و خیلی کارش خوبه، حداقل نظر من. و چیزی که باعث شد بیشتر بهش جذب بشم اینه که تو تیم پروداکشنش هم بود. اگه اشتباه نکنم هم دیرکتور هستش، یعنی هم کارگردانی کرده چند تا قسمت رو، و هم بین سازنده های سریال هستش. چرا به نظر من این موضوع خفنه؟ چون یه سریال دیگه ای که خیلی دوست دارم، یکی از تهیه کننده های اجراییش ست روگن بوده و اون سریال د بویز هستش. چیزی که بیشتر باعث شد حتی جذب بشم به این سریال و منتظر بودم که ببینم کی منتشر میشه و اینا، این بود که دیدم از چه سرویسی داره پخش میشه یا منتشر میشه و توسط چه کمپانی ساخته شده. کمپانی اپل تیوی و از طریق اپل تیوی پلاس داره منتشر میشه. حالا سوال اینجاست که نیما چه فرقی داره از چه شبکه پخش میشه؟ ببینید، به نظر من وقتی که اسم یک کمپانی یا یک شبکه خاص پشت یک فیلم یا سریال باشه، میتونه باعث هایپ شدن ما بشه. یا برای مثال وقتی میفهمین که پشت یک سریال شبکه اچ پی او هستش، ممکنه یاد گیم اف ترونز بیافتید، ممکنه یاد وست ورلد بیافتید و سریال‌های خیلی خوبی که اچ پی او مسئولشون بوده باشه. به نظر من اپل تیوی هم یکی از کمپانی‌ها و شرکت‌های خوب فیلمسازی تو این چند وقت اخیر بوده، به خصوص تو بحث سریال‌ها. چرا؟ چون ما سریال‌های خفنی مثل سایلو رو دیدیم، سریال سیبریانس رو دیدیم و الان یک سریال کمدی داریم ازشون می‌بینیم که واقعا من به شخص واسش هایپ شده بودم و قسمت اول و دومش منتشر شده و قسمت اولش رو تماشا کردم و گفتم که اوکی، وقتشه که یه تحلیل ازش تو چنل بریم. این نکته خیلی خفنی که در مورد این سریال وجود داره اینه که بعضی از بازیگرهایی که توی این سریال نقش گرفتن در نقش خودشون در واقع دارن بازی میکنن. برای مثال یکی از نقش آفرینی‌های خیلی خفن به نظر من که کمیوتور بوده احتمالاً، آقای استیون اسپیلبرگ هستش که در نقش خودش، یعنی در نقش کارگردان معروف توی این سریال داره بازی میکنه تو قسمت اول. و به نظر من این موضوع خیلی خفنه، یعنی اومدن از اسامی کمپانی ها، شرکت ها، فیلم و سریال ها، ترند های دنیای واقعی استفاده کردن، این شخصیت های تخیلی دنیای واقعی خودمون، شخصیت های نمادین استفاده کردن، از کارگردان های معروف این اسامی واقعی رو به کار بردن. این موضوع باعث میشه که ما بیشتر باهاش ارتباط برقرار بکنیم و بگیم که این میشناسم، میدونید یه همچین وایب ایجاد شده. البته بازیگرای خفن دیگه ای داره که شخصیت های تخیلی رو دارن بازی، این شخصیت های غیر واقعی رو دارن بازی میکنن. نوبتی هم که باشه، نوبت اینه که خلاصه داستان این سریال رو واسهتون تعریف بکنم. دوستان نمیخوام شما رو اسپویل بکنم، واسه همین بذارید اینجوری بهتون بگم که سریال وسط یه هرج و مرج شروع میشه. ما با شخصیت مت آشنا میشیم که یکی از عوامل کمپانی کانتیننتال اگه اشتباه نکنم هستش، که سر فیلمبرداری یک فیلمی حاضر میشه، سعی میکنه نظر بده، ارتباط بگیره با کارگردان، بازیگر، بهش احترام میذارن و سلام علیک باش میکنن، ولی نظراتش واسهشون اصلا مهم نیست و میدونید حتی آخر سر بهش میگه که آره مهمونی چارلیز تو رو میبینم دیگه، چارلیز ترون، همون بازیگر معروف چارلیز ترون، میگه مهمونی تو رو میبینم دیگه، میگه آره بابا حتما منو مهمونی میبینی. بعد میره به دستیارش میگه که مهمونی چارلیز دعوت شدم، دستیارش میگه که منو میگه دعوت نشدی، اون چرا باید تو رو دعوت بکنه؟ هر دفعه از این پرسی که آدم معروفا مهمونی دارن میگیرن دعوتی یا نه، من همش بهت میگم نه دیگه. پس مت میره سر کار، میفهمه که بالا سریش اخراج شده. خب
و یک کسی که از اون بالا سرش اسمش پتی بوده اگه اشتباه نکنم، یک خانمی بوده که چندین سال توی اون شرکت کار کرده و بالا سری مت بوده و اخراج میشه از کارش. اون کسی که بالا سری اون پتی بوده حالا دنبال یک فرد جدید واسه اون پوزیشنی که پتی توش بوده و ممکنه حالا مت اون پوزیشن رو بگیره، اون موقعیت شغلی به دست بیاره، یا ممکنه یکی از دوستای مت این موقعیت رو به دست بیاره که بعد چند دقیقه اون مدیره که بالا سر اون بالا سری قبلی مت بوده میگه که بیا اتاق من، بیا دفتر من، میره باهاش صحبت میکنه و اون موقعیت شغلی رو بهش میده، ولی یه شرط داره. میگه که آقا من یک فرانچایز جدید میخوام تشکیل بدم، حق کپی رایت یک شخصیتی رو گرفتم و تو باید با استفاده از یک سری فیلم، حالا سری هر چیزی بسازی و ما رو به 2 میلیارد دلار سود برسونی. و اون شخصیت کیه؟ کولید رو نمیدونم چقدر باهاش آشنا هستید، اگه سریال فامیلی گای رو دیده باشین چند باری باهاش مواجه شدید. یک شخصیتی که بعد از یه مدت فیت شد، نمیخوام براتون اسپویل کنم چرا فیت شد، تو دنیای واقعی برید سریال ببینید، تو همون قسمت اول میفهمید چی شد که فیت شد. و حالا ما ست روگن رو داریم در نقش مت که یک فردی توی سریال که خیلی دوست داره فیلم‌های با کیفیت و اصیل بسازه، از این فیلم‌های هنری بسازه که بیشتر بر جنبه هنری تکیه میکنن، ولی اون کسی که بالا سریشه و این موقعیت شغلی رو بهش داده و تقریبا میشه گفت همه اطرافیانش اینجوریه که آقا بی خیال، به جای اینکه یک فیلم درست بکنی یک مووی درست بکن. این یک جمله‌ای که توی این سریال به کار برده میشه، منظورشون اینه که آقا به جای اینکه یک فیلم هنری درست بکنی یک مووی، یک اثر سرگرم کننده درست بکن که فقط پول در بیاریم، باعث سود بشه. و اینجا مجبور میشه که یک سری تصمیماتی بگیره که شاید اصلا دوست نداره اون تصمیماتو بگیره، ولی مجبور میشه دیگه و خب تو عمل انجام شده قرار میگیره. و همین موقعیت ها خیلی بامزه هستن و بعضی جاها یک سری دیالوگ هایی داریم که واقعا میتونن خنده‌دار باشن و یک روایت داستانی رو داریم که به نظر من سرعتش خیلی خوب بوده، حداقل تو همون قسمت اول، و امیدوارم که یه همچین سرعتی رو حفظ بکنه و خیلی دیگه کند نشه، چون به هر حال خیلی از سریال‌ها هستن که سرعت هر اپیزود، به خصوص تو سریال کمدی این موضوع رو ما بیشتر می‌بینیم که ممکنه یک سری از جاهای داستان سرعت روایت بیشتر بشه، یک سری جاها کمتر بشه. خب تو کمدی اوکی، ولی خب تو دراما مثلا این موضوع پیش بیاد یکم بیننده اذیت میشه دیگه. خب خیلی خلاصه بخوام واسهتون جمع‌بندی بکنم، اولتر از همه این که باید بگم بله، به نظر من این سریال ارزش دیدن داره، چرا که حتی اگر 1% افت کنه بعدن، خب آقا سریال کمدی بوده دیگه، اینجوری نبوده که بگیم که وقتمون طرف شد. خب کمدی دیگه، میخندیم، لذت میبریم، ما لذت بردیم، یعنی ما تایممون هدر نرفته. و اینکه به نظر من پتانسیل این رو داره این سریال که یکی از خفن ترین سریال های کمدی این 10-15 سال اخیر به نظر من بشه. به هر حال اسمای خیلی خفنی هستن دیگه، ست روگن و کاترین هان و کاترین اوهارا و برایان کرانستون، به هر حال اسامی خیلی بزرگی هستن و حتی نمرات منتقدین هم به این سریال خوب بوده. این سریال توی سایت راتن تومیتوز امتیاز 97% و تو سایت متاکریتیک از منتقدای مختلف تونسته 79% رو بگیره که برای یک سریال کمدی به نظر من خیلی خوبه. حتما نظرتون راجع به این سریال بهم بگید که آیا واسه دیدنش مشتاق شدید یا نه. اگر هم که دو قسمت اولش رو که دیدید حتما بهم بگید که نظرتون راجع به این سریال چی بوده و با کمدیش حال کردید، حال نکردید و اینا. اگر فیلمی سری هستش که دوست دارید راجعش تولید محتوا بکنم، حتما این زیر بهم بگید. نظری انتقادی پیشنهادی بودم بهم بگید و امیدوارم با این ویدیو حال کرده باشید. دکمه لایک و سابسکرایب لطفاً فراموش نشه، چون حمایت شما خیلی واسه من باعث دلگرمیه و ممنون از اینکه همراه من بودید. بدرود.